خب سلام و احترام خدمت همه عزیزان. در خدمت دو تا از دوستان خوبمون هستیم، آقای مهندس رحیمیان سید امیدوارای عزیز و آقا مسعود ظریف گل. منم که حالا نیاز به معرفی نداره، ولی خب بریم سر اصل مطلب، یکم صحبت داشته باشیم، ببینیم آقا امروز چه خبر بوده، چیکار کردیم، برنامه چی بوده و اینکه از هدف‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده بگیم که چه کاری می‌خوایم انجام بدیم. آقا نگاه کن، این آقا تکنسین ما مورد شما خدمت بینندگان عزیز، این آقا یکی از تکنسین‌های بزرگ مشهد، این آقا رجستان سید امید رحیمیان. حرفی توش نیست، شماره به عنوان منیجر باشگاه هستن. اگر در جریان باشیم ما این باشگاه نوآذر ساختیم و یک تیم خوب جمع کردیم، هم بزرگسال هم نونهال هم نوجوان. آقا امتیاز دسته یک رو گرفتیم، کنارش جوازمون هم گرفتیم، الان دنبال جامونیم، تموم شده. این آقا تکنسین بزرگ، طراحی دکوراسیون داخلی، DMS، ردیاب هوشمند ماشین، هر کاری بگی از دست آقا برمیاد. ما زیاد فنی نیستم یا آرشگری، فقط بلدم کسی خاص در خدمتم، ولی مدیر عامل باشگاه هم هستم، ایشون هم منیجر تیم هستن. آقای سرپرست هستن، چی هستن؟ سرپرست تیم هستن. درود بر شما، درود بر شما. یه جورایی بخوایم بگیم اگه حالا یه شرکت بزرگ تأسیس شده بود، امید آقا میشد CTO اون شرکت. یعنی حالا بخوایم فنیشو بگیم برای بچه‌های فنی. آقا ما یک پرانتز بگم، امید کارهای فنی و الکترونیکی سردسته تیم هستن. این که ما موقع مدیر عامل باشگاه هستیم. آقا سردسته چیه؟ ای خدا. آقا پیگیلا هست. نه ولی خداییش آقا بسیار عالی بوده، تا اینجا خوب پیش رفتیم الحمدلله. یه پروژه‌ایه که به 3 ماه استارت خورده، الحمدلله رب العالمین. به لطف اول پروردگارمون باشگاه آریا نوآذر اسمش اومد جلو. بعد عرض به خدمت شما جذب سرمایه محدودی صورت گرفت، ولی هنوز باشگاه پا نگرفته، ولی الحمدلله ما از نظر بازیکن هیچ مشکلی نداریم. از همه بازیکن‌های سطح شهر ایران، سطح شهر مشهد خواهش میکنم بیان کنار ما بازی کنن. فوتبال حرفه‌ای و فوتبالی که دوست داشته باشه مخاطبش رو ببینه. این یک. دو هم در زمینه الکترونیک بچه‌ها کنارمون هستن. آقا مردیان فاطمی زحمت تیم دارن میکشن. خواهش میکنم. یکی از تکنسین‌های موفق شهر مشهد هستن. ایشون همکار ما هستن، در کنار ما هستن. محمد آقای ظریف هستن. انشالله هولدینگ که را بیفته خودش میشه اسپانسر باشگاه. اصلا آقا ما یه پرانتز میگیم، ما الان از آقای سرداری تشکر میکنم به عنوان مدیر عامل باشگاه، چون واقعا تنها اسپانسری بودن که اومدن رو ما سرمایه گذاری کردن. اشکال نداره اگه اسپانسری و مثلا کسی سرمایه گذاری به عنوان اسمش روی تیرم بخوره یا هر نوع تبلیغاتی واسش انجام بشه، ما در خدمتیم. درود بر شما. دیگه ما در خدمت هم هستیم. درود بر شما. بله قطعا یه تشکر. سلامتی باشه برای همه، برای ما هم دعا کنیم. بالاخره 3 تا 4 تا 5 تا جوون کنار هم جمع میشن، یه تیم ورک میشن. یه فردی مثلا مثل مالزاتیک میره توی جلسه، بارها به بچه‌ها گفتم، میره توی جلسه یه کاری رو انجام میده، یه جذب سرمایه میکنه 25 میلیون دلار. یعنی یه صحبت نیم ساعته کرده، اومده بیرون 25 میلیون دلار جهت این پروژه جذب سرمایه کرده. چرا جوون ایرانی این کارو نکنه؟ درود بر شما. جوونی که میتونه این کارو بکنه. قطعا همینطور. ممنونیم از آقا ما از بینندگان خداحافظی میکنم، امیدوارم خداحافظی کنم. آره خیلی ممنونیم، لطف کردین، دمتون گرم، موفق و پیروز باشید.